مورا جان چی کار میکنی؟ پرتو سیلوه را اوکش ایش نگویم همه اتونو میکشم پورا میکنم همه به خفا به زمین مورایی ترکنده دارد یگید نپرون ممدو پرون میگویم ممدو پرون دوستم پرون یگید چی شد؟ احتیاط باشه در بدنش ماده ترکنده دارد خیلی خطرناک است کیست این آدم؟ چه میخواد؟ نامش اوکیش است دادر فیرت میخواست قصد برادرش را ستاند تو از کجا میدونی؟ بغیر شما همه میداند سردارم قریب بود که هممون با عثمان میپریدیم زود متخصصان را دعوت کنید ماده ترکنده را گیرن یاری تجلی هم دعوت کنید ولکم با من بیا تشکر هوشیاریت حیاتی ما رو نجات داد سلامت باشید استم خیر ما هم بکار نمیستیم شما کدام عکس رو نشان دادیم بود سردارم ایست لازمت این اسباب دیگر کار نشویم شد در آن عکس کی بود که؟ یک رسم شناس خودت کی؟ دیگر در فکرش مباش دوستم قریب بود که میترکید خیریت که به خوبی انجام داد کدام کاری خیری کرده بلاگردان شد سردارم سخت جان بوده است کلان سالان با تجربه اند لیکن جوان ها چلوکترند تو هم از شوخی و مسخره بازیت نمانده دوستم ای توبه شد اکنون بیارید بولیشی سردار رو ممدو تو هم این یک روی تو آدم رو میکشد با خدا والله درست میگوید سردارم یگان گپی دیگر نیست خیر خطر هم رفت شد رزما هم نابود شدن پس با اجازت شما من میروم ملکه به او چی شده است احتیاط کن پروا نکنید سردارم من همیشه او را احتیاط میکنم من بید میگویم و توت میفهمد آقای یگید خیریت که آمدید بخیر است در این به وقتی اینجا چیکار میکنی یا اینکه راحت را گم کرده ای من نه بلکه تو گم کرده ای پس به فکرت من حیف شدم گفتنی که آدمی خیلی خوب بود جایش جنت شود مسخره بازی رو بس کن روزی دراز نبودی اگر باز کمی دیگر دیر میکردی مجبور میشدم که فاتح رو به خانه هم برم کنی جواب ده روزی دراز در کجا بودی انا وقتی حساب و کتاب هم رسید تو چه منکر نکیر هستی پس در دفتر اعمالم نویس مسلمان یگید بس کن مسخره بازی رو با تو حتی گپ زده هم نمیشود من از تو حساب کتاب نمیخواهم تنها خواطر شدم این مسخره بازیت به دلم زد فهمیدی مایلش اینجا بودم آنجا بودم چرا خواطر میشوی من سابق پلیسم و حالا یک آدمی بیکارم تو در اینجا چی کار میکردی؟ تماشا میکردم دستم را در کیسه انداخته
ساحل به ساحل گشته. ها باز کمی دانه که آفتابپرست خواهیده کشتی ها را نظاره میکردم. اگر این فعل تو همین خیل باشد آدم رو میکشی، من میمیرم. بهترش تو از من گریز و خودت را نجات ده. از من کسی خیر نمیبیند. این خیل نمیشود، این خیل نگوی. چیکار میکنیم؟ بیا رفته گیریم. دختر چی؟ دختر میماند. مایلش، من اکنون روم دیر شد. نه نرو. حاضر فاتح را به نعمت خانم میدهیم، بعد همراه چای نوشی میرویم. مایلش، من اینجا تو رو انتظار میشم. خودش چی گفت؟ زردیه گفتم فقط نرسید. زردیه بگویم. زردیه گفتم. زردیه. ملیکا خدایا یکی. خدا رو احتیاط کن ملیکا. احتیاط باش ملیکا. ملیکا زردیه گفتم. من نمیپرسم که شما کی هستید. زنده ماندن خواهید دمت را گیر. گپ نزن احمق. مرا با کجا میبرید؟ بیهوش کنید. نه دیگر نمیگویم. دیگر نمیپرسم. این چی؟ داروی پشه است؟ شکر که باز هم زنده ماندم. من یک عادت دارم. هر سحر که از خوابم خیزم البته دندانهایم رو می شویم. به من خمیره دندان شویک لازم می شود. پروا نکن، به قریبی دندان نمیماند که شویی. همین طور گوی. اجل سگ که رسید بر دیوار مسجد می شاشد می گوید این را دانستمان، فراموش نکن. دختر رویمال سرخک هم تشریف آورد. اکنون من چی می شوم ها؟ آدم بد؟ نه گرگ آدم. نه گرگ. ما که بودنی تو رو میدونیم. پس من پدر شدم. ای بلا زند. با پیکاس گفتنی آدم کار میکرده، این راست است؟ پیکاس؟ نه من آشش معقول نفتم. تو راست کجا میشناسی؟ از اینجا و از آنجا، هر جا. برو گیرید. آرام، خاموش. حتی نقاب هم بشره خنکت را پوشانده نتوانسته است. اگر نقاب را از رویت گیرند مسئولان جهنم هم در نزد تو پری برین می نماید. من از تو پرسیدم که او را از کجا میشناسی؟ به تو افسانه گفتن رویمال سرخک. افسانه. آخر تو از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟
چی من به تو مواجبه بکم مگر؟ میلش من به تو شوخی ناجا کردم. همین را دانستم که شوخی مؤدبانه را خیرتمندان میکنند. خیرتمندان. مرا درستم رما سرخک. دادا با من نگاه کن. دادا چقدر کودک شیرین، چشم نرسد. تشکر. در این دور تربیت کودک مسئولیت کلان طلب میکند. به باغچه بر، به مکتب بر. چی گفتن میخواهی؟ خواستم که آگاه کنم. به من چنین می نماید که پدرها هم مسئولیت شناس نیستند. جناب شما به چی اشاره میکنید؟ یک بینید پس آن گپ میزنید. مانا اینها را از کجا افتید؟ شما کی؟ یکی از نزدیکان نوانگشته. میشناسی؟ نوانگشته؟ بله میشناسم. در بیمارخانه شما بیماری داریم. عذاب کشیده ایستاده است. نوانگشته خواهش کرده است کار بیمارمان آسان شود. کی رو؟ نامی دیگر جنید زرد، جنید سخنچین، جنید جاسوس، هر چی که خواهی. چی میخواهید؟ چه خیل با زبان فهما گپ زده ایستادن. جنید را یک طرفه کن. تو دیوانه شده ای مگر؟ من دکترم. تو از من چی ها میخوایی؟ میفهمی؟ شین در جایت. دنیا را به صاحب نبین. التماس نکنید. من زن و کودک دارم. از من چی میخواهید؟ مرا به حالم گذارید. دکتر دمت را گیر. گوش کن. مرا عصبی کرده ایستاده ای. در نزد کودک جنجال نکن. شین گفتم. این را در میان خلق گوشتخور میگویند. یک نمود باکتریه. این را گویا نفهمیده بر او خواهی داد. کسی از این کارت با خبر نمی شود. من این کار را چخیل انجام میدیم؟ نمیدانم، اما در همان با زنها چیکار کردن را میدانستی. برای سردختور شدن نزد نو انگشته زارو گریه کردن میتوانستی. اجرا میکنی. فهمیدی؟ وگرنه عکس ها را به روزنامه ها میدیم و شرمنده ای دنیا میگردی. خدا میداند وقتی قسم خوری به هیپوکرات یک پایت را برداشته بودی. دادا با بازی من نگاه کنید آخر. خیز سردار آمد. چی گپ است بچه‌ها؟ سلام سردار. یگان تغییرات است؟ نه سردارم. از دیشب اینجاییم. سخت مانده شدیم. شد یک دسته نو روان میکنن. حالا وقتی جا به جا کنید کمی کمبودی و کادری هم هست. کمی دیگر صبر کنید. در اینجا تنها دو پاسبان است. شما میدانید که در درون کی است؟ پیشتر جنید زرد بود. حالا باشد و بیکار است.
مرا گوش کن سردار. گوش میکنم آقای حمایتگر. عقلت رو کار فرما. تو رو با فیزن بدرقه میکنم. فکر کردم که مرا با اون دنیا بدرقه میکنی. برای مرا با فیزن روان کردن من باید در اینترپول کار کنم و فیزنی گفته در لبنان است. خواهی مرا به طرف های ارزروم و یا ملاتیا روان کن تا دعای خیرم را بگیری. موکلم در خطر است و شما تنها 2 پاسبان ماندید. کاری نمیشدنی. 4 نفر مانید، حتی 6 نفر. شاید میخوای که او را به مقام راهبر امنیت پیشنهاد کنیم؟ 2 پاسبان بس است. من نمیدونم. به خطریش رو تامین کنید وگرنه عاقبت کار رو خودتون میدونید. این چه غوغاست؟ هیچ گپ نیست. از نوحان گشته خبری هست؟ رفتم اما با من ملاقات کردن نخواست. نامرد، به حیا، بعد این قدر خدمت به من چنین رفتار کرد. آرام باش جنید، آرام باش. آرام شدم؟ من اینجا دلگیر شدم. هر لحظه اینجا مرگ آمدنش ممکن. میفهمی این چی معنی دارد؟ میدونم در اینجا امنیت نیست. گوش کن ادوکات، گوش کن مرا. چی کار میکنی نمیکنی مرا به بیمارخانه خودمان برد. التماس مرا از اینجا برر. اکنون دیر شده است. افسوس که آن روزها در عقیب ماندن. کسی به تلفن هایمان هم جواب نمیدهد. حیرت آور است که در این قدر وقت نفری برای عیادتت نآمد. حتی دادرت نآمد. پروا نکن، من از اینجا میبرایم. گوش کن، اینجا تنها یک راه برآمدن دارد، آن هم صادقانه اقرار شدن است. در اون صورت امنیت تعیین میگردد. چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ چی کار کنی؟ دانستگیت را گپ زن. ما هم تو رو از آنها محافظت میکنیم. به این هم وظیفه همان همین است. ما رو نادرست نفهم. مگر نمیبینید سر موکلم ضرب خورده است؟ چیزی رو به یاد ندارد. آقای حمایتگر، نه من نه تو دکتر نیستیم. قرار را آنها میبرارند. نه اگر سخنی گفتن خواهد چی؟ من همچنین میگویم. میبینی که چیزی گفتن میخواهد. درد بد را دوایش هم بد میگویند. همین خیلی نیست؟ اینجا چی گپ است؟ چی گپ است؟ خالی کنید اینجا را. مرا با بیمار تنها گذارید. اول آقای حمایتگر مرحمت. سر دکتر هم بسیار آدم قهرآلود بوده است. خوب هستید؟ خوب نیستم. این چیست؟ چه دارو است؟ چه میدهی به من؟ آرام باشه. سرطان سخت آسیب دیده است. این دارویی است که شما را هر چه زودتر با پا میخزاند. نمیخواهم. نه آخر نمیخواهم. نمیخواهم گفتم کن. نمیخواهم. این دارویی است که ضد میکروب است. نمیخواهم. مرا از اینجا برارد میگویم. گشاید در را. یگان کس هست؟ گشاید. من پیکس را نمیشناسم. مرا رها کنید. سر دهید مرا. یا میگویی یا از اینجا نمیبروی.
شن کنشن دمت رو گیر. فیرت را کشتی، سیری را هم کشتی، اوکش را هم کشتی. این را تو تنها کردن نمیتوانی. پشتیبانت کیست؟ گپ زن. فرمان کشتن را به تو پیکس داد؟ کسی نداده است. من تنها کردم. من با کسی همکاری ندارم. پیکس کیست؟ گوش کنید، من چنین کس را نمیشناسم، ندیدم. اگر نگویی تا مردنت میزنیم. این میدهک زیبی من دارد. من به تو یک چیز گویم، زیر تو به پخشن نمیرسد، لیکن میخواهی مرا لطو کوب کنی. زورم نمیرسد. گپ زن. اگر مرد باشد یک به یک جمع میکنیم. اگر جسارت داشته باشید حالا همینش بس، بعدتر دوام میدیم. رفتیم. برای تو غذا آوردم. از لطو کوب سیر شدم، نمیخواهم. بخور این را. همین هم خوراک شد مگر. لازانیا خورم بهتر است. مرا گوش کن. من آدمی پیکسم. من تو را از اینجا میبرارم، فهمیدی؟ با اینجا بیا، من با تو کار دارم. فهمیدم، آمدم. پس در اینجا چارباغی بوده است. در چارباغ کسی سیر و گشت می کند. اینها کی باشند؟ مرا کجا آوردند؟ مرا دعوت کرده بودید؟ خوراکش را خورد؟ نه، یک روی دارد. یک باری دیگر عذاب دهید. تا گپ زدنش عذاب دهید، فهمیدید؟ باید گپ زند. همش رو گپ زند. بلبل بر این باید خواند، فهمیدید؟ بله فهمیدم. تا امروز کسی از آنجا قایل نشدن برآمده است. این
همشیره همشیره یاری دهید یاری دهید یاری دهید چی شد؟ زود رفته دکتر را جیغ زن زود کجا گم شد؟ تستر زود باشه بچه زود تستر از پیش شوید تستر های کنید تستر حاضر دکتر می آید به من دکتر مگو دستت را کش سرم چرخ میزه بچه‌تان گذاره کاردار نشو برو جناب خوب هستید زود به اتاقش بریم مایلاش چی کاره به من کردند میدونم مرا میکشند دکتر را فریاد کنید آروم شوید جناب آروم شوید دکتر را فریاد کنید زود جیغ میزنم دکتر همه اونجاست دستگیر کنید محاصره کنید در اینجا چی گپ؟ بیمار خودش رو خوب حس نمیکنه قریب در حجت خانه از هوش میرفت مایلاش شما براید از اینجا به من چی شده ایستاده است دکتر داری دادت حالم را بد کرد این تأثیری دارو است یگان خطری ندارد برای زودتر صحت شدنی توست گوش کن مرا یگان کار دیگر نکرده باشی آقای جنید آرام باشید همشیره با بیمار داروی تسکین بخشید خوب مایلاش ایست برادر چیکار میکنی؟ با تو داروی رفعی درد میدیم دروغ میگویی تو کدام نقشه داری میدانم که تو مرا میکشی با خود بیا برادر این برای رفعی درد است برادر با خود بیا یاری دیه مادامی که این تنها برای رفع درد باشد پس به تو زنم
بیایم با این طرف. تو کی هستی؟ برای آنها کار میکنی؟ آنها کیستن؟ آنها آخر آنها من تنها دخترم. التماس مرا سر ده. بچه ها هوشیار باشید. در این بوده ها او را کشتن میخواهند. یاری دهد. یاری دهد تو را میکشم. یاری دهد. هیچ کار کردن میکنی؟ سردارم احتیاط کنید. تو چیکار کردنی هستی؟ مرا کشتنی بود. تهمت. این آدم دیوانه شد از دخل بگانه. یگان جایتون معلوم نشد. خوب هستید؟ من خوبم. گذشت. شد. آرام شو. تو را با بیمار خانه روحی روان میکنم. دیوانه است. خود به خود به من حمله کرد. گوش کنید. شما هم فهمید آقای جنید روزهای وزنی از سر گذرانده است. برای این کارت جواب میدهی. این چی خیل دکتر است؟ خودسرانه آمده این آدم رو میخواهد سوزن زند، بعد به سوی ما زوری میکند. من اون طرف رو میبینم. این کجا گم شد؟ مرا از اینجا برید. من تو را کجا برم که؟ در بیمار خانه ای؟ کجایی که باشد. به حبس خانه، نظارت خانه، حتی به خانه تان. من تو را هیچ نفهمیدم. وظیفه خیلی خوب داشتی. حتی وظیفه با اعتماد بود. چرا به این کار آلوده شدی؟ نمیدانم غمت را خورم یا خیت را محکوم کنم. به این احوالت نگر. التماس مرا از اینجا برید. میدانم که مرا میکشند. او دختر نبود. چیزی که خواهی میگویم. مهمش مرا یاردم کنید. یاردم کنید. همه چیز را. اکنون کاری میکنم ماری را که دمش را دستگیر کرده ای سرش را مجخ کنی. چرا آنهایی که مرا فروختند حفظشون کنم. ممدو، من این را به جای بازم به خطر میبرم. با دیگر بیمار خانه؟ این دشوار است. ممکن در اینجا جای به خطر یافته توانم. تو دختر را نظارت کن. این را هم گرفته بسنج. کنی بین چی میبراید. ممکن راست گوید. اطاعت سردارم. اطاعت. آقای فروخ، من دکتر ارجان. کار حل نشد. یک خبری دارم اما گفته نمیتوانم. باید واخوریم. مایلش در باغ.
نقاب سرخگین توی از من چه میخواهی؟ به من چه دادید نمیدانم، لیکن خودم را مثل کنده حس میکنم. حاضر از هوش میروم. اکنون به حضور خواب رو. با تو کاری زیادی داریم. گیره تو رو. تو هم از اینجا رو با او شاید میشناسد. البته میروم. من باید رفته به نجیب خبر دهم. یکیت را دزدیدن. او خبر دادنم لازم است کو. اشکریزی را فراموش نکن. این آدم را میکشم. دیوانه، حالا معلوم نیست که میکشم یا نمیکشم. اگر فرخ اشارت کنه آدم البته. اگه 64 ساعت و 27 دقیقه و 19 ثانیه کسی را نکشتم طاقتم طاق شد. کسی شنود فکر میکند با آسمان ماهواره روانه میکنی. دقیقه ها را حساب داری تو. اقلا رفته جایم را گیرم. گوش کن مرا، بازی نداران و در سرش بران زود کار حل می شود. در روزی روشن دیدنش ممکن. من از جنایت کیف میبرم، تو باشی نمیگویی. عیب است و خیر. زود این را هم گیر. برای استراحت به یوگا مشغول شدن را میدانستم. از جنایت استراحت کردن را نمیشنوم. حیوان. بیا. کار رو انجام داده نتوانستم. نشد. بیمارخانه پر از پلیس است. دستگیر کردنش ممکن. میترسم. هیچ گپ نه. تو از دستت می آمده را کردی. پلیس فهمه چی؟ از پایم شود چی؟ شما به من چی فرمودید؟ به خاطر شما قریب فاش می شدم. سردارم، افسوس جنای راست میگوید. این دکتر از اینجا برآمده با فروخ بخورد. معلوم است که با فرمان او عمل کرده است. من حیرانم نشدم. از دنبالش باشید. من با آقای دادستان بخورده امر دستگیر کردنش رو میگیرم. اطاعت سردار.
قریب بود که گریخته خلاص شود. او با ما در کار است. او را به شما بیهوده نآوردم. جنگاوری مادرزاد است، اما هوشش پریشان. هیچ گپ نه. اتنا عقل آدم را می‌دزدد. جوانی بیچاره هر چی داشت از دست داد. یکی 2 نفری ما را کشته است. مهم نیست. در بینمان به ضعیفان جان است. در نبرد آدم زیاد است. اتنا کجاست؟ نجیب گفتنی پلیس است. امروزها از اتنا شبهه دارد. برای دلی او را یافتن رفت. خائن نشود خیلی خوب. میدونه که در عالم ما کسی را نمیبخشند. حتی نرود افرادیت می آید. یگید را چی کنیم؟ قائل نشدنش مرا خرسند کرد. کمی دیگر اذیت دهید. کنی بینیم چقدر طاقت میکند. گردی را برید، به جایش گذارید. ببخشید دکتر، تو را هم کمی عصبی کردی. تو هم باید کاری ما را دانی. عکس ها رو میتوانم گیرم. این چیست؟ بر عوض خدمتت یک هدیه. تو سخاوتمند بودنی اینو انگشتر را میدانی؟ میدونم. قریب بود که نابود میشده. اکنون پول هم داری. از من یک نصیحت: زن و فرزندانت را گیر و از اینجا رو. یک چند روز استراحت کن در یک جای فراغت، بی آواز، زیبا. من چیکار کردنم رو از تو نمیپرسم. سلام دکتر. تو کی هستی؟ نامم مسعود، نام دیگرم بختیار. دیار به دیار آدما را کشته میگردم. فراز ماشین وگرنه پلیس جیغ میزنم. دکتر جانان، دکتر مهربانی من، عیب است آخر. این خیلی پلیس مالیس مگو، نام پلیس را بد میبینم. یا ریدیت! این دیوانه را بین. از خرسندی آبی دهانش میریزد. دیوانه گویا که برایش بازی باشد. آدمی سالم در بازی کامپیوتر هم پیش از کشتن فکر میکند. این باشد بازی میکند. این از کجا پیدا شد؟ ای آشنا، در بلا ماندیم. پلیس برو از ماشین، برو گفتم تسلیم شو. اوه اکه گرسل، این حادثه را دیده ذوقت آمد. خوبه چه خیلی عجایب.
دکتر جان تبلیغ را دوست ندارم. چی دازد استاده ای؟ یاریده مسعودی دیوانه بیار رویم. اکا تو این پلیس را کش، من دکتر را. دیوانه تو این کار را مان، مردم ما را تماشا دارند. نباشد بیا اول پلیس را میکشم، دکتر را بعد. ماشین سوار شو میگویم اینجا بیا. نباشد من دکتر را میکشم، تو هرچی خواهی کردن گیر. این ابله به قدری نخود عقل ندارد، همه را میسوزاند. یاری دهد او دکتر التماس مرا نکش. از صحنه های رقت‌آور خوشم نمی آید. التماس مرا سرده، نکش. آبا یک آدم کشتن اینقدر آدم را خسته میکند. تمام کشتی آخر. عقل و خاطر جمع شد. زود باش میگویم دردی سر. اکا خدا مثل دارو شد. زود باش سوار شد. آمدم اکا جان. ما را تنها دکتران و همشیره‌های تعیین شده می‌بینند. همه را تحت ثبت قرار دهید. دارو و خوراکش را سنجش گذرانید. اطاعت سردارم. مبین به تو دکتری مخصوص هم یافتیم. آقای عرفان دکتر اعتمادناک ماست. میتوانی دیگر غم نخوری. صفی پاسبان ها زیاد شدند. افسوس که برایتان خبر ناخوش دارم. از ترکیب داروی داده‌اش یک نمود باکتریا پیدا شد. باکتریا؟ بله. در بین خلق آن را گوشخور میگویند. شکر که این حال میتوانیم تبابت کنیم. اگر کمتری دیگر وارد میکرد. بی‌ناموس‌های نامرد. مرا گوش کن. حالا تو امکان داری هر چی میدانی بگویی. گویم هم میکشند، نگویم هم میکشند. معلوم شد که قصد کشتن تو را دارند. همه چیز عیان است. جای پنهان شوی ندارد. از دکتر خبری به دست آوردید؟ امری دستگیر کردن دیهن؟ حالا میپرسم آقای دادستان. لабай сардор ба хайр аст? чӣ шудааст? чизе нашудааст. аз ту пурсиданӣ бо додситонро хӯрдам. амри дастгир карданашонро дод. мемдод ту чӣ кор кардӣ? чӣ кор кунам сардор? дар ҳаво каме сайр кардаму ба замин фаромадам. чӣ шуд? гурселу масуд духтурро куштанд. бародар оҳиста. худат хуб ҳастӣ? маро бо мошин заданд, аммо шукр саломатам. дар ин ҷо фаруқро ҳам надидам, албатта ки гурехтааст. خدا شفا دهد. این بار چندم است که آنها را دستگیر کردن نمیتوانیم. این احوال به ما زیبنده نیست آخر. فاروق رو پیدا کنیم هم راه یافته خودش رو خلاص میکند. لیکن گورسل و مسئول امکان ندارند. خواهی خانه رفته استراحت کن. تشکر سردارم، تشکر. میبینیم از شرایط وابسته است. مالش دادیدن. عمر دکتر هم تمام شد. چی شده است؟ اول با فاروق واخورده است، بعد با عزرائیل. گپ نزند، گفته او را هم کشته است. اوه، فعل سگ به صاحبش معلوم. با دکتری که کار کوچکی کردین را روا دیدند. پس به تو بر این زاغ سیاه چیکار میکنن تصور کردن نمیتونم. تو آسوده باش. ما تو را حفظ میکنیم. اما بر عوض حفظت تو با ما یاری میدی.
نوهنگوشت انیق که فرخ امر را از او گرفته است. فرخ آتشی اوست، با او کارهای حرامش رو میفرماید. این نوهنگوشت را از کجا میابیم؟ یافت وقتی بهتاب شویش شد. بیا نجیب سردار، اکنون او در دست ماست، حتما معلومات میدهد. سردارم، دختورتان عملیات زرد را به آخر نرساند، لیکن حیات دختور به آخر رسید. دارویش را دادن نتوانست؟ داده توانسته است. مردنش کمی وقت طلب میکند، کمی دیگر عذاب میکشد. افسوس که این دعوا با خون آدمان خودش شسته میشود. به این هم قاعده تبدلات همین است. هر گزارش اول فرزندان خود را میخورد. هیچ گپ نه، پس از گزارش از این دردها خلاص میشویم. بیا. سردارم، ادوکات جنید زرد آمده است، میخواد با شما واخورد. باز چرا آمده است؟ گفتم که واخوردن نمیخواهم. این دفعه با اصرار میخواهد. بگو که درآید. برای نرخونوا آمده است. شبهه ندارم. محترم نوانگوشته، جنید از چهارچوبه برآمده است. با همه چیز اقرار شده است. با پلیس نام شما را گفته است. چطور این کارا کرد؟ چرا مانع نشدی؟ چرا به گپ زدن اجازه دادی؟ هرچی از دستم آمد کردم، اما مرا گوش نکرد. فکر میکنم آدمی روان کرده‌تان را هم فهمیده است. پس تو چرا در اینجایی؟ برای خدمت کردن آمدم. دل شیرینی خواسته است، برای همین. اگر کاری نکنید با پلیس همه چی را میگوید. شما را هم، اینجا را، خزینه کلان را. بعدی کار این است که گفته هایش به خزینه امنیت ثبت میگردد، بعد تازه کرده هم نمیشود. آماده هستید؟ آماده هم آقای دادستان. مرحمت آقای جنید، تو را گوش میکنیم. من وظیفه سردار گروه استخباراتی عملیات را به عهده داشتم. هدف برای تطبیق عملیات های دیگر گروه ها نقشه کشیدن و زمینه لازمی تأمین کردن بود. انا از همین جا شروع شد. مثلا عملیات های روانی فرض کردیم که مردم چیزی را باور میکنند. زود راهبران وسایط اخبار عامه را دعوت کرده سفارش میدیم که مسئله را تحت نظارت گرفته هرچه زودتر در صحیفه اول روزنامه ها مسئله را نشر کنند. این وظیفه من بود. این نشست ها را ثبت میکردم و هر لحظه که از وظیفه دادمون سرکشی کنند ثبت ها را به ظرف گذاشته روانش میکردیم. در این دنیا تهدید کردن سلاحی است که قدرش گم نمیشود. باز چگونه عملیات ها را استفاده بردید؟ اولی کار به هر نمود جنگ روانی همه را به سوی نوانگوشته کشیدن بود. این کار نه سرحد داشت نه اندازه. برای مثال در بازی فوتبال بین دو دسته هزارها تبلیغات ها گذرانیدیم. به یاد دارید در روزنامه ها زیاد نشر می شد. به همین نمود هزارها مثال دارم. مسئله دوم این گوش کردن و تعقیب کردن شخصان مهم دولتی و غیره ها. گوش کردن همه گونه زنگ های تلفنی. به این اصول کی در کجا و با کی و با چی کار مشغول بودنشان به نوانگوشته معلوم است. به قول معروف دولت را مثل 5 انگشتش میداند. همایش های جبهگی هم نقشه تو بود؟ من سرپرستی و طرح‌ریزی همایش ها را به دوش گرفته بودم. مثال برای تأمین هزاران کارگر در اتوبوس ها با دستگیری سردار بود. او همه گونه همایش های ما را سخاوتمندانه اجرا میکرد.
شعارها و حرکتها را ما تامین کرده بودیم. غیر نمایش باز نقشه از این هم کلانتره بود، اما در آخر عملی نشد. صدها نفر اطاعتکارانه به سوی مجلس رهسپار می شدند. من ممکن باورتان نآید، اما بالای سرشان نوانگشته و گروه مخصوص او بود. نوانگشته مطمئن است که او را چون قهرمان بزرگ ملی اعتراف می کنند. خبر می داده است. این ادوکات را دفع کنید. با طور عاجل یک نقشه تازه باید کشید. اگر گفته‌هایش درست باشد صف گروه کم می شود. اگر درست باشد سیر ما هم فاش می گردد. سردارم، نظارت اخبار عامه هم ضعیف می گردد. اول کارها خوب بود. دریژور چوبش را به حرکت می درآورد، همه با تنظیم می نواختند. امروز کار رنگ دیگر گرفت. اکنون دیگران عملیات نوبتی را آغاز می کنند. بچه های ما را هم مجبور می سازند مثل آنها نوازند. پس معلوم شد که امنیت و دادستان از پس ما می گردند. به این اهمیت ندهید. لایحه را به دیگر طرف گذرانیده گروهی مقصد تشکیل کرده شود و یا به لایحه کنونی نفر وارد میکنیم. مقصد کار باید کرد. قاچاق سلاح را از کلش گرفته به دیگر ده. چی شد؟ یک رفیق اعتمادناکی داریم، نامش گورسل. کار را با او دادیم. مایلش یکی از گروه هایی که در دستمان مانده است حزب جهاد است. وقت ارتباط سالم آمده است. برای اینها مبلغ و سلاح تامین باید کرد. در روزهای نزدیک با آنها کار می‌فرماییم. این آدم ها را می توانیم استفاده کنیم. آنها برای کار آماده اند. از ما یک اشارت انتظارند. او یک سندکار است. نامش دیمیر تیتیانوم است. او با خود طریقت دارد. از آن سر میکنیم. ساختار آن در دست خودمان است. نقصان پیدا نمی شود. حمله بر روزنامه ها را چی میگویید؟ برای مثال کدامش؟ مثال از آن تو را. چرا روزنامه من بوده است؟ چرا نمی شود؟ خیلی با مورد است. در حمله بر روزنامه تو بافتن قهرمان دشواری ندارد. یک لحظه. چی مگر تو میترسی خودون؟ کسی که مالش را از دوا بالا میداند حاضر از اینجا دفع شود. زودتر. ما در اینجا بازی نمی کنیم. ما در دست خود ثبت صحبت تلفنی جنایتکاران را داریم. این کار دیگر گروه است. من نمیدانم، اما نوانگشته ممکن داند. این کارها را هم او پیش میبرد؟ نه، از او بالاتر هم هست. فکر نمی کنم که با نوانگشته ارتباط داشته باشند. بالاتر از نوانگشته باز کیا هستند؟ 7 نفرند. نوانگشته رقم یکی 7 نفره ها به شمار می رود. خودی تو با آدم اول روبرو شده ای؟ نه، حتی نمیدانم که او کیست. همین قدر میدانم که با اصول مخصوص انتخاب میگردد. پس این آدم در همین دیار است؟ نمیدانم. چی اهمیت دارد؟ روحشان در همین جا است. چی که خواهی در لحظه حاضر میکنند. و این کار چقدر جلب شده؟ آن طرفش را نپرسید. در اول عشق وظیفه و پیشروی، بعدتر درک کردم که بند در گردنم است و باز در دست کیمکی ها و خودم را درون آنها دیدم. باز نقل میکنم. چند ساعت شد مانده شدم. نجیب هم 1-2 سالی دارد. بعد استراحت میکنیم. مایلش. کشتن روزنامه‌نگار دائما فایده دارد.
سوها یگان فکر داری؟ شما خوبتر میدونید سردارم. آلدون جمهوری الهان را زنگ زد. از او طلب کن تا یک رسم حجوی ضد دین کشد، جایهای مقدس را کشد تا غوغا برخیزد، یک رسم پسزنی دردناک و حتی به خدایی باشد. دستش را کمی تاب دهید. این کار تنها با عقیدرانی پیش نمی رود. ما باید آن حزب‌ها را به جهاد دعوت کنیم. شرط نیست که چی شدن آیندهش را گفته دهد. ارتجایی که گفتی مردم مثل ملخ می جهد، خود همان لحظه حاضر می شوند. الپرین طبقت را بده. من اوچه. دادا جان تو تعطیل وقت کم مونده است. برای خونش خوبم چی هدیه دارد؟ گیرید. روز بها آذر ماه است به فکرم. چه خیلی می شود دادا؟ نجیب یگون ذره عقلم نمیگیرد. در تگ آب چخیل میرود، چخیل غوطه میزند و باز میبراید. دادا در اصل چخیل میرود؟ اینها دخترم محرک اینها خیلی بقوت است. اینها یک نمود دختر سوزشواری دارند. من گویم مثل شما، شما گوید مثل مادرم. در اصل اینها با نور آفتاب. چی شد الپرین، خوب هستی؟ خوبم اوچه. ببینید. قوه برق. البته در اصل اینها با قوه برق می روند. قوه اینها اکومولاتورشان است. چخیل؟ پس چخیل غرق می شود و باز می براید؟ اینها باشند در خود چاه‌های کلان دارند. آب را فرو برده به آب می درآیند. بعداً آب را خالی کرده می برایند. قوه مخصوص آب، یعنی با قوه برداشت آب می گویند. همین خیلی با فکرم. آفرین به دادای من، همه چیز رو می دانند. اصلا این دانستن نیست. این هنر ذکاوت انسان نیست که پی می برد. در مکتب بعضی معلمانی هستند که اگر سوال دهمون ندانند گپ رو به دیگر سو می برند. بچه ها می گویند که فوتبال سر شد. دیگر این خیل نکن دخترم. انسان عیب خودش را بداند و آن را اعتراف کند بهترین صفت است. حتی بیبیاتان نقل میکرد که زمان عالم با نام ابو یوسف قاضی دولت بوده است. فتوا میدانست و به سوالها جواب میداده است. روزی نفری آمده سوال میدهد، او هم نمیدانم میگوید. بعداً سوال دهنده به عالم میگوید باز از دولت برای این معاش میگیری، گفته دعوا میبردارد. فهمو سلامتیش خوب نبوده است. قاضی هم گفته است که گوش کنید، من به قدری میدانستگیم معاش میگیرم. اگر به قدری نمیدانستگیم مبلغ میگرفتم در خزینه دولت پول نمیموند. آدم نداند نمیدانم گوید. ندانستن عیب نیست، ناآموختن عیب است. امروز یک شنبه خیلی خوش گذشت. خدا کند از این کار سبو خلاص شویم. آقای نجیب در خانه باشند. در خانه. من میبینم. خوش آمده. خوش باشید. آقای نجیب در خانه؟ بله در برو است. بخیر است. این چه احوال؟ آقای نجیب یگید رو دوست دیدن. چی؟ کی شده است؟ دیروز نصف شب. پس چرا حاضر آمدی؟ تا حاضر عقلت کجا بود؟ حداقل تلفن گفتن اسباب است. آقای نجیب ملکه رو هم با خود بردند، دارو داده بیهوش کردند. علاج زنگ زدن نداشت. همه بلاها به سر او میآید. در کجا شد؟ در باغچه کودکان نصیحت داشتیم که ماشینی آمد و از درونش آدمانی نقابدار فرآمدند. هر دیامان رو به زور سوار کردند.
ба худ омадам, худамро дар кимгу ҷой ёфтам. акнун чӣ кор мекунем, сардор? касеро дида тавонистӣ? ягон далел ё нишонае? чизеро ба ёдам оварда наметавонам. ба мемду хабар диҳед. ман занг задам, сардор. дар роҳ аст, меояд. ин бача ягон душман дорад магар? занак, ту кадомашро дар назар дорӣ? кадомашро мегӯӣ? این باز چیز برادر؟ از هوش میروانید و باز به هوشم میارید. بهترش پرانید. جین زند شما از جلاد هم گذراندید. یک تیر زنید خلاص شوم. چرا عذابم میدهید؟ من فهمیدم. تو انیق پیش از این حمال بوده ای. از خلط پوشانیت معلوم است. همینطور نه؟ شام بخیر سردارم. شام بخیر. سردار به خانه اش در آمدم. دایه در کشاد. او هم خواتیر شده است. نمیدو تو با بیمارخانه و به همه جای میتونستی برو. فهمو ایتوات سردار. من هم با ممدو میروم. اگر نروی میمیری و فکرم. در همین جایی است؟ این رو کاری روزنامه‌نگاری میگویم. بعد یکی رفیق ما هست. خواتیر میشوم. رانا حاضر وقتش نیست. وقتش کی میآید؟ بچه‌ها او خودش رو کی می‌حسابد؟ من باید نزد جنید با بیمارخانه بروم. نه چی؟ کاری بیمارخانه رو یک طرف گذارید روید یگیت را یابید. زنک تو کاردار نشو. سردار من شما رو میبرم. نباشد من هم به خانه میروم. یگون خبری دسترس شد به من هم گویید. حتما میگویم. تو دیدن رانو، تو دیدن. اوچا چرا همه балоҳо ба сари акаи гид меояд? از کجا دانم دخترم؟ حتما از کجای میبراید. آدمانی نقاب پوش بردند مثل فیلم های جاسوسی. تو خاموش شیندانا، این مراتب مثل فیلم ها نیست. اوچا акаи гид баъд аз вафоти апай алима дигар шудааст. ягона умедамон апай малика буд. ӯ ҳам аз ӯҳдааш набаромад. دخترم اپات ملکه چی کار کند؟ یکی جوانی یک رو است. خدا کمکش کند. برایت بخوانم. سردارم دیروز با یگید یک عکسی رو نشان دادنی بودید. در عکس کی بود؟ ملکه. ملکه؟ چی کار میکرد؟ در نیمه شب در توقفگاه با نفری بخوری داشت. توقفگاه؟ گفت که ماشینم ویران شده است. در نیمه شب به آنجا رفتنش به من کمی عجیب نمودار شد. البته شما باور نکردید. دلیل دقیق نباشد حکم دادن دشوار است. بیگناهی را گناهگار دانستن به خدا خوش نآید. سردارم یکی از شاخه های کارمون شبهه کردن نیست مگر؟ افسوس، لیکن آن هم درجه دارد. درجه اش چگونه باید باشد؟ برای هر یک انسان درجه لازمه. طرف مثبت را ببینیم لیکن در باوری سراسیمه نباید شویم. طرف مثبت دیدن و اعتماد. درجه نازک بوده است. هم باوری کنیم هم سراسیمه نشویم. ربودن یگید با ملکه پیوستگی دارد؟ شریکی او در این کار عجیب است.
چرا پس از ربودن به نزد ما آمد؟ ягона роҳи рафъи шубҳаи худ наздамон омадан аст. мумкин ҳозир аз чаҳорчӯбаи дараҷа набаромадем. фикр мекунам ки гунаҳгор накардаем, аммо бозпурсӣ кардаем. имшаб ту як худа санҷида баро. кане бинем ҳақ мебароем ва ё ноҳақ. итоат сардорам. шаб бахайр. шаб бахайр. салом пикас. ягид ягон чиз гуфт? не, одами ту хеле қавӣ будааст. одами ман? ин гуфт мен ғайбат чӣ будааст. Намедонам мумкин ба ягид бахилӣ дорад. ба ӯ бигӯ корашро кунад, вагарна худам медонам бо ӯ чӣ кор кунам. ту дар куҷоӣ? дар роҳам. майлаш, то дидан. خاموش. سواران انتخابدار. من اینجا زیخ شدم. ماند من روم. من یک کودکی خردسال دارم. شاید وی گرسنه است. با تو امکانی آخری را میدهم. حاضر میگویی یا میموری؟ فهمیدی؟ مایلش میگویم. به شما چی گویم؟ ها، به شما یک لطیفه میگویم. یک لطیفه. یک روز افندی به خرش چپه سوار شده برابر آمده است. به افندی گفتند ای افندی، آخر شاخه نشستت را خودت بریده ایستاده ای. نه، با دیگر لطیفه آمیخته کردم. یکان جای خنده نداشت. لطیفه به آخر نرسید، از خنده در آخر می شود. پیکاس کیست؟ بگو. پیکاس نمیشناسم. تو مثل توتی بوده ای. اوه خیریت، نهایت دوستی من هم آمد. چه خبرهای نو نقاب سرخک؟ شما میدونید چه کمبودی دارید. شما هزل شوخی را نمیفهمید. بله، خارجی ها این را سنس آف هومور میگویند. بله، برای همین هم ما هیچ پیش نمیرویم. یکی از خصوصیت های ارگنکوم این تشکیل همه گونه گروه ها و یا به گروه ها وارد شدن است. حکومتی و یا غیر حکومتی فرقی ندارد. از دست کسی کار آید با آنها همراه می شود. چرا؟ برای از آنها استفاده بردن. گروه ها را آنها بنیاد می کنند؟ بعضاً آنها با اکثر گروه ها وارد می گردند. این را صنعت می نامند، زیرا این اصول کم مصرف می باشد. برای مثال گروه غیر را گیریم. کسی سرمایه گذار و یا رابطه هایشان را نمی داند. اداره کننده ها چی؟ آنها به همه افلاسی دست می زنند. پلیسیا، مواد نشأه آور، اسلحه و جنایت های تروریستی. البته که طرفداران این گروه فکر میکنن که برای ملت خدمت دارن. البته آنها از این رابطه ها بیخبرند. باوری به دعوا دارند. اگر خبر یابند عیبدار کرده پیش میکنند. حتی به قتل میرسانند. با این گروه ها چه خیل وارد میشن؟ اول میسنجند، امتحان میکنند، تربیه میکنند، بعد میآموزند. مثلا اگر فقیر باشد او را به گروه
وارد میکنند زودتر تسلیم میشود. اگر از دیگر طرف باشد پس به دیگر گروه وارد میکنند و یا کمی تربیه دینی میدهند، از ایمان میگویند و بعد به یگان گروه تروریستی دینی خودشان وارد میکنند. بله، اسلوب همین است. برای وارد شدن درس گرفتن حتمی است. جوهری او را یافته سایقل میدهند. انا همین طور. هست نفرانی که به این گروه ها وارد گشته فلسفه آن گروه را قبول میکنند؟ یگان گروهی بیگانه نیست. به آن وارد شوی آسان است، چون که راهبرشان از آن ما است. اول تحلیل کنیم که ارگن کام این کار را میکند. شکارچه‌ای با تجربه دارد. بله. بهانه مییابند. وطن و ملت گفته فریب میکنند. بله. و بعد برای ادای وظیفه به گروه ها وارد میکنند. البته که بعد درس دادن. بعد گروه ها را تحت نظارت گرفته با خواستشان استفاده میکنند. درست فهمیدم؟ با تمام نازکی هایش فهمیدید. درباره آنها هزارها مثال آورده میتوانم. میدانم. این کارها را کی رهبری میکند؟ پیکاس گفتنی. پس است. الحال همین قدرش کافی است. بعد دوام میدیم. روزنامه یافته‌مان نسبت نقل جنید زد به جز افسانه چیزی دیگری نیست. مواد اساسی را ما دسترس کردیم. این کار وقتی زیاد گرفت. بس کنید. گپ نزنی، از اینجا مردهت میبراید. بگو آخر، طاقت ندارم. پیکاس کیست؟ ایست میگویم. ایست میگویم. کنیکس، دستهایت را بردار دستهایت را بردار. شما حالا نمیداند که با کی بازی میکنید. کو بینم در زیر این نقاب کی باشد؟ تو؟ آفرین قائل کردی. چی مگر؟ همه این کارها یک نمود بازی بود؟ به تو گفته بودم شنیدن کی بود مانندی دیدن. سردارم، ملکه به خانه دوگانه‌اش در آمد. همه‌اش آرام است. خوب شد. از دیگر خبری است؟ همه جا را پرسیدم، یگان خبری نیست. خداوندا، این بچه کجا گم شده باشد؟ سردارم، همینجا بیمانم. ممکن به جا شبهه کرده باشیم. تو به خانه ادراو. اطاعت سردارم. حکمت چی شد؟ یگید موفق شد. یکمین نفری که از این امتحان گذشت در تاریخ نامش میماند. تو رو در روبرویش دیده چی گفت؟
او از حیرت شق شده ماند. مالش بعد با میخوریم. این قسمت هم تمام شد. اکنون میتوانم به حضور بخوابم. پس همه این امتحان بود. شما مرا سنجش کردید. از ما نرنج. اسلوب ما همین است. این آدم ها چی؟ من آنها را پراندم. این هم بازی بود؟ افسوس که همین طور. فاجعه انسانیت به ما اهمیت ندارد. این برای تعلیم و تربیه. فکرش رو مکن. آخر من کشتم. ممکن تو هم میمردی. بله. بعد چی؟ تو با خواهش خودت نزد ما آمدی. بله. در حقیقت با ما همراه میشوی. بله. در این راه مردن از کشتن است، اما برگشتن نیست. تو این را قبول میکنی؟ قبول میکنم. وعده میدهی که این تشکیلات را از جانت، عائلت، ناموست، هستیت بالاتر میدانی؟ وعده میدهم. همه چیز برای وطن. همه چیز برای وطن. سلام سرحد. و علیکم السلام آقای فاروق. اکا این آدم بسیار بیزیب بود است ده. چیکار کنیم؟ مردم به مثل تو زیبای مادرزاد نمی شود. و خیر است یگان کاری عاجلی هست که ما را جیغ زدید؟ این مراتبه برای کار نه. مجلسی با تنتنه. برای شما هدیه آوردیم. چی بوده است؟ گرسل، مسعود، بیا بین. اینها از تفتان نو برآمدند. ثبت نام نشدند. تازه‌اند. فکر کردم که به شما لازم است. پس به عوض از چی میخواهی؟ حاضر دوستی میخواهم. گوش کنید اکا، چرا ما این سلاح جان را به دیگران میدهیم؟ من با این سلاح آدم زنده نمیمانم. دمت را گیر. تا تجارت چی میفهمی؟ اینجا بازار نیست. به سر ما بلا نخریم. آتش افروخته باز خودمان نسوزیم. اکا من در میان خودم و آتش کسی را ماندن نمیخواهم. روی راست آتش را داشتن میخواهم. ممکن دستم سوزد لیکن از آن ذوق میبرم. آتش به دست. دیوانه. اسلحه را با ماشین ما بار کنید. فهما سردار. یگان امر داشته باشید ما را میدانید. شما هم ما را میدانید. پلیس دنبالتان شود تلفن کنید بس است. حل میکنیم. زود باشید میرویم. خیر بچه ها، کارمان تمام شد. رفته خوراک میخوریم. مسعود
مثل که میخوای استاکاز خوری نه؟ اسکتازش چیه که؟ در ساحل زندگی میکنند ماهی للمی شعر بچه همتون با من گوش کنید. برادرمان یگید برای شامل شدن قرار داده است. اکنون برادری همه‌مان است. همه این را باید داند. جانی یک است، جانی همه‌مان است. جانمان یک جان است. خونمان یک خون است. وطنمان یک وطن است. پرچممان یک پرچم است. هدفمان یک است. خوش آمدی. به شما خدمت کردن برای من افتخار است. از این پس تو منی، من تو هستم. شنیدی یگید؟ از این پس تو با منی.